مدت 3 روز از 9 تا 11 ایون در تالار گالری صنعت معاصر تاجیکستان نمایش و فروش پرنده ها برگزار شد. در آن 100 نوع پرنده را به نمایش گذاشتند. فایز بردیف که 10 سال باز به تجارت و پرورش چنین پرنده ها مشغول است نمایش را برگزار کرده است. ما امروز تشکیل کردیم در این выставка گالری تاجیکستان با این چمچقای گوناگون رو با خلق نشان دهیم که امروز روز آبادی بود در تاجیکستان این چیزا هستند. توتی کاکل سفید، سهره رنگین کمان، توتی اسکندری، قناری وحشی باز چند نوع از جانوران که از منطقه های گوناگون جهان به تاجیکستان آورده شدند امروز برای ساکنان دوشنبه مایه خوشنودی بودند و به خصوص برای کودکان. همسایه‌مان گفت که امروز выставка دینا امروز بپکن. بعد گفتم بیام فرزندم بسیار خوشروه، بسیار عالی جناب. چیش باشین وقت؟ خوشروه، زیبا. این توتیا نامشون ماسکوی میگن. ماسکوی неразлучник. неразлучник معنی داره که اویله این را جدا کردن ممکن نیست. جدا کردی این نرش وفات می‌تیاد. برگزار کنندگان به این باورند که نمایش پرنده های آرایشی برای ذوق زیبایی پرستی مردم و توجه انسان به محیط زیست کمک خواهد کرد. فایز بردیف که در نمایش 2 هدف یعنی تجارت و هم نمایش زیبایی را میدید سرکار بود و میکوشید درباره پرنده ها هرچی بیشتر به تماشابینان معلومات بدهد و آنها را به حیرت بیارد. یکی از توتی‌های بهترین میباشد نام ژاکو از دولت آفریقا آمده است. این توتی با اینتלקטואلش развитияш баланд میباشد. این کودکی 3 ساله 4 ساله برین عقلش میگیرد. این توتی از 50 کلمه تا 1500 کلمه یاد میگیرد. این توتی عمرش ای 50 سال تا 101 سال عمر دارد. بجز این برای فایز دیگر چیز باعث افتخار است و آن را با کمال میل به ما نشان داد. این قوشچه نامش گیبرید شگال کتی بعد کاناری که آلمانی پیوست کرده امروز ما در دوشنبه گیبریدها میگیریم. این گیبرید با آوازش خوشرو آوازش بلند میباشد نسبت به کاناری‌های عادی. کمتر کسی به چشم میخورد که پرنده با خود ببرد. شاید نرخ آنها برای اکثریت گرانی میکرد چون که بعضی از پرنده ها تا 1000 سومانی نرخ داشتند. نه هر کس میتوانست بخرد اما تماشای پرنده ها به این زیبایی یک امکانیت رایگان و لذت بخش بود.